سلام دوست عزیزم. علیکم. خوب هستید؟ و نمایشگاه امام علی ابوحنیفه رحمت الله علیه خوش آمدید. میشه در سلام اول خودم معرفی کنید؟ زنده باشه. اسم من مزمل است از ولایت پکتیا. باشنده همینجا هستیم. چی سوال داره؟ مزمل جان قبلا به نمایشگاه آمده بودی؟ چندین بار آمدم. ماشاءالله. در این نمایشگاه چه چیز متفاوت دیدی؟ نمی که کل مردم افغانستان گرد جمع میشن، کل همی چیزهای تجاری را با هم در شریک میذارن. همی خودش کلام گپ است. بسیار خوب. به نظر خودت در این نمایشگاه چه تغییراتی باید بیاید؟ والله از کل افغانستان که در اینجا موجود است. خوشت آمد نمایشگاه؟ خوبش است. کدام چیزا زیاد خوشت آمد در این نمایشگاه؟ نمی چیزایی که به فروش میمانند مردم که به نگاه کن این سوسی که میگردن. اوی کارتونیگاکا. هم کارتونیگاکا هم مردم. بسیار عالی است. بیادر جان پیامت به مردم افغانستان چی است؟ پیامم به مردم افغانستان همی است که قوم پرستی نکنند، گرد هم جمع شوند و یک افغانستان آرام و با آرامش را تشکیل بدهند. آینده کل ما درست شوم. آینده کل ما درست شود. ما نمیفهمیم که آینده ما نه مکتب درس از ما را مکتب درس میکنیم یک درس مثلا این کلش هم صنفی هم از الف تا ب یاد ندارم. در صنف 12 هستم. باید مکتب صحیح باشه. از دولت ماشاءالله راضی هستیم. تشکر از شما.